کشورهای معترض که امروز کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو شامل میشه، به خصوص کشورهای اسلامی باید روابط بازرگانیشون رو به کلی قطع کنن با رژیم صهیونیست و حتی روابط سیاسی را هم قطع کنن، منزوی کنن. بیش از اون چیزی که امروز البته نظام خبیث صهیونی امروز منزوی ترین دولت دنیاست، در این شکی نیست، منفور در این دولت دنیاست، لیکن بیش از این هم ممکنه باید راه‌ها بسته بشه. این وظیفه‌ای است که بر عهده همه دولت هاست. من به نظرم میرسه یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما باید این باشه، به دولت ها سفارش کنیم، تأکید کنیم که روابطتون رو قطع کنید، روابطتون رو اولا در درجه اول روابط بازرگانی، در درجه بعد روابط سیاسی رو قطع کنید.